سبک کوبیسم. به عقیده بسیاری از مورخان هنر، کوبیسم به سبب نوآوری در روش دیدن، انقلابی‌ترین و نافذترین جنبش سده بیستم و آغازگر اصلی جنبش مدرنیسم در هنر است. واژه کوبیسم از ریشه کوب به مکعب اخذ شده. کوبیست‌ها کوشش می‌کنند تا کلیت یک پدیده، وجوه مختلف یک شی را در آن واحد در یک سطح دو بعدی عرضه کنند. روشی که او به کار می‌برد تجزیه صور اشیا به سطح‌های هندسی و ترکیب مجدد این سطوح در یک مجموعه به هم بافته بود. بدین سان هنرمند کوبیست داعیه واقع گرایی داشت. کوبیسم از این جهت مدعی رئالیسم بود، ولی نه رئالیسم بصری و امپرسیونیستی، بلکه رئالیسم مفهومی. کوبیست‌ها برخلاف هنرمندان پیشین جهان مرئی را به طریقی بازنمایی نمی‌کردند که منظری از اشیا در زمان و مکانی خاص تجسم یابد. از این رو آنچه را که در واقعیت است به گونه‌ای که در چشمان ما قابل رؤیت است نمی‌بینیم. آنان به این نتیجه رسیده بودند که نه فقط باید چیزها را همه جانبه دید، بلکه باید پوسته ظاهر را شکافت و به درون نگریست. نمایش واقعیت چند وجهی یک شی مستلزم آن بود که از زوایای دید متعدد به طور همزمان به تصویر درآید، یعنی کل نمودهای ممکن شی مجسم شود. ولی دستیابی به این کل عملاً غیر ممکن بود. بنابراین بیشترین کاری که هنرمند کوبیست می توانست انجام دهد، القای بخشی از بی‌نهایت امکاناتی بود که در دید او آشکار می شد. آنها همچنین در تلاش بودند تا ذهنیت خود را از اشیا و موجودات به صورت اشکال هندسی بیان کنند. به جز ژورژ براک و پابلو پیکاسو که از آنها به عنوان آفرینندگان این سبک یاد شده است، می توان از خوان گریس نام برد. کوبیسم را معمولاً به 3 دوره تقسیم می کنند. مرحله اول که آن را پیشا کوبیسم یا کوبیسم نخستین می نامند، با تجربه های مبتنی بر آثار متأخر سزان و مجسمه های آفریقایی و ایبریایی مشخص می شود. این مرحله با تکمیل پرده دوشیزگان آوینیون اثر پیکاسو اوایل سال 1907 به پایان می رسد. ساختار این پرده آغاز کوبیسم را بشارت می دهد، زیرا جابجایی و در هم بافتگی ترازها، تلفیق همزمان نیمرخ و تمامرخ و نوعی فضای دو بعدی را در آن می توان مشاهده کرد. در دومین مرحله که آن را کوبیسم تحلیلی می نامند، اصول زیبایی شناسی کوبیسم کامل‌تر شد. پیکاسو و براک به نوعی مسطح‌تری از انتزاع صوری روی آوردند که در آن ساختمان کلی اهمیت داشت و اشیای بازنمایی شده تقریباً غیر قابل تشخیص بودند. آثار این دوره غالباً تک‌رنگ و در مایه‌های آبی، قهوه‌ای و خاکستری بودند. به تدریج اعداد و حروف بر تصویر افزوده شدند و سرانجام اسلوب تکه چسبانی یا کلاژ به میان آمد که تاکید بیشتر بر مادیت اشیا و رد شگردهای وهم‌آفرین در روش‌های نقاشانه پیشین بود. در مرحله سوم با عنوان کوبیسم ترکیبی، آثاری منتج از فرایند معکوس انتزاع به واقعیت پدید شدند. دستاوردهای این دوره بیشتر نتیجه کوشش‌های گریس بود. اگر پیکاسو و براک در مرحله تحلیلی به تلفیق همزمان دریافت‌های بصری از یک شی می‌پرداختند و قالب کلی نقاشی خود را به مدد عناصر هندسی می‌ساختند، اکنون گریس می‌کوشید با نشانه‌های دلالت کننده شی به بازآفرینی تصویر آن بپردازد. بدین سان تصویر دارای ساختمانی مستقل اما همتای طبیعت می‌شود و طرح نشانه‌واری از چیزها به دست می‌دهد. گریس در تجربه‌های خود رنگ را به کوبیسم بازآورد. کوبیسم بر جنبش‌های انتزاع‌گرا چون کنستروکتیویسم، سوپرماتیسم و دستیل اثر گذاشت. امروزه هم کوبیسم در عرصه هنر معاصر مطرح است